در آغاز شکر خداوند می‌نماییم که ما و شما باز هفته ای را در وطن زیبا و بهشت‌آسای خود و در کشور آرام و آسوده سپری نمودیم. خصوصا در جهانی که گوشه‌های گوناگون آن را جنگ و ناآرامی‌ها فرا گرفته است. زیستن در وطن آسوده در حقیقت یک نعمت بزرگ است. هفته‌های گذشته من یادآور شدم زیاده از 24-25 دولت عین حال در فتنه و در جنگ و در کشتار و در ظلم و ستم است. این جهانی بی‌عدالتی ها رو می‌بینیم که زیاده از 20,000 طفلکان بیگناه کشته میشن و هیچ کس گناه آنها رو گفته نمیتونه که به چه سبب قتل شدن. این دنیای بیرحم، یا گوییم بعضی از انسان‌ها و گروه‌هایی که در تمام دنیا فتنه می‌انگیزند، برای آنها نه دین مقدس است و نه خانواده مقدس است و نه کودک مقدس است و نه بزرگ مقدس است. پس این نعمت‌ها رو شکرگزاری کنیم تا خداوند جل و علا و دعا کنیم که خداوند تمام نعمت‌ها رو و خصوصا این نعمت بزرگ، نعمت امن و ثبات و آرامی و وحدت و یکدیگر فهمی نصیب کند و زندگی آسوده نصیب